مرسی پدر که هستی، مرسی که حضور داری. خودم رو به حضورت میارم، کلام امروز رو به حضورت میارم. از تو میطلبم پدر منو هدایت کنی، آنچه که خواست و اراده توست از زبان من جاری بشه، در نام عیسی آمین. مرسی که از کشیش که این وقت رو در اختیار من گذاشتن و من خوشحالم که باز هم یک فرصت دیگه ایجاد شد که در یک شنبه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. موضوعی که امروز براتون آماده کردم در مورد مرثیه سراییه، ولی قبل از اینکه وارد اصلا مرثیه سرایی بشیم میخوام یه مقدمه‌ای رو بگم که اول چه دیدگاهی برای خودم به وجود اومده بود زمانی که این قضیه ایران، این تظاهراتی که پیش اومده بود و کسایی که در این مابین کشته شده بودن. من خودم داشتم از دوستانی که عجز و ناله و دردهاشون رو میگفتن انتقاد میکردن و میگفتن چرا دارن عجز و ناله میکنن. الان موقع عجز و ناله کردن نیست، الان موقع ایستادن و دفاع کردنه. ناله هامون رو باید بذاریم برای بعدها. خدا بهم فهمون در چند جا که نه، واقعا همین مرثیه سرایی ها باعث میشه که ما بایستیم و مقاوم باشیم و حرکت کنیم. و ایمان دارم که خدا برامون نقشه های خوبی رو در ایران در نظر گرفته و همین مرثیه سرایی ها باعث میشه که ما انگیزه بگیریم و حرکت کنیم. ولی ما پر از دردیم، پر از خشمیم، پر از ناله‌ایم، پر از شکایتیم، پر از گریه‌ایم. من خودم بعضی وقتا گریه میکنم و میگم واقعا چرا به این شکله، حتی از دردهای خودم و از دردهای مردم. و خدا هم میگه دردها تو پنهان نکن، دردها تو بگو به من میشنوم، من خدای شنونده هستم. آیا ما دردهامون رو به حضور خدا میبریم؟ خودش داره میگه من خدایی هستم که گریه میکنم برای شما. پیدایش رو میخوام براتون بخونم. پیدایش باب 6 آیه 6 میگه و خداوند از اینکه انسان را بر زمین ساخته بود متاسف شد و در دل خود غمگین گشت. خداوند در دل خود غمگین گشت. خدا از ما ناراحت شده بود. چیزی رو که خلق کرده بود اون چیزی نبود که خدا از ما توقع داشت و ما نبودیم. خدا یه چیزی رو تصور میکرد از ما که ما با هم باشیم، قلب هامون با هم باشه، برای او باشیم، ما برای او، او برای ما. ولی ما نبودیم. ما عقب کشیدیم و اشتباه کردیم، مسیر اشتباهی رفتیم. ولی ما در مرثیه سرایی ناآشنا نیستیم. در ایران یک پیشینه بلندی ما در مرثیه سرایی در ایران داریم، چه در اسطوره حماسی ما، در اسطوره‌های شعر و ادبیات ما که نقاله خوانی بوده، رستم و سهراب هایی که با خاک و خون کشیده شدن و مردم اونها رو در نقاله خوانی میدیدن و اشک میریختن و عجز و ناله میکردن. و 1400 سال مذهب داریم که در این مذهب که ما گل به سر میگرفتیم، به سینه میزدیم، زنجیر میزدیم، قمه میزدیم که این دردهامون رو به اصطلاح تسکین بدیم. و درد آشناییم با مرگ عزیزانمون، مرگ کسایی که نزدیک و دور بودن در جاهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در قسمت‌های بومی ایران. به شکل‌های مختلف ما عزاداری می‌کردیم. ولی عزاداری به چه شکلی بود؟ به حضور خدا نبود. ما بستری فراهم می‌شد، دردهامون رو می‌ریختیم این وسط، مثل یک شیر آبی که بازش کردیم، دردها پراکنده می‌شد و بعد تموم. شیر آب رو می‌بستیم تا یک فرصت دیگه‌ای، مکان دیگه‌ای دوباره دردهامون رو می‌آمدیم می‌گفتیم و این تکرار می‌شد. هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌داد. ما فقط تکرار می‌کردیم که
دردهامون رو بیرون بریزیم. خدایی وجود نداشت که این دردهای ما را تسکین بده، چون اصلا اینو به حضور خدا نمی بردیم و این یک کار اشتباه بود. ولی در مرثیه سرایی ما به این شکل کار انجام نمیدیم. حالا عکس العمل ما در مقابل این دردها چی بود؟ بعضی وقتا سعی میکردیم که اونو انکار کنیم، بگیم مثلا ما درد و رنجی نداریم، درد و رنج وجود نداره. دوستان ایوب داشتن دقیقاً این کار رو با ایوب انجام میدادن. گفتن درد و رنجی وجود نداره، به شکل و دید تویه که درد و رنج هست. دومین مبحثی که هست، با درد و رنج ها نمیشه به شکل عادی رفتار کرد. به دنبال یک پادزهریم براش، دنبال چیزهای دنیوی میگردیم که ازش فرار کنیم. به دنبال مشروب میریم، به دنبال مواد مخدر میریم، قرصهای روانگردان که این درد درونی من تسکین پیدا کنه. من خودم جز اون کسایی بودم که دردهایی در زندگی داشتم، دردهای عمیق و واقعا عمیق. 10 سال 15 سال من با دردها می جنگیدم. پناه برده بودم به مشروب که از مشروب خوردن بتونم دردهامو تسکین بدم. 10 سال طول کشید، نتونستم ازش رها بشم. کسی هم بهم نبود که بگه آقا تو باید با اینو دردها رو به حضور خدا ببری. خدایی هم که ما میپرستیدیم خدای اشتباهی بود. دعایی هم که میکردیم دعای اشتباهی بود. روی این حساب تسکینی هم وجود نداشت. من داشتم فریاد دردهامو میگفتم و دردها رو به سمت خودم دوباره میپذیرفتم، ولی این دردها انباشتی بر دردهای دیگه بود. تا جایی که من مایوس و ناامید از خدا بودم و خدایی رو دیگه قبول نداشتم و این وضعیت رو بدتر و بدتر و بدتر میکرد. به دنبال کنترل اوضاع بودم که میگفتم درد رو کنترل کنم، درد رو یک طوری، سختی ها رو یک طوری مدیریتش کنم و این کار من نیست. این بارهای سنگینیه که باید به خدا بسپارم، دردهایی که باید به خدا بسپارم و من این کار رو نکردم. این کار رو نکردم. چرا؟ چون اشتباه من بود. و اما مرثیه اصلا چی هست؟ میگه مرثیه یعنی بیان رنج، خشم، شک، غم و اندوه و تردید را بیان میکند که شرح این احساسات را به حضور خدا میبریم. این دردها و غمها را به حضور خدا میبریم. میگیم خدایا این مال من نیست، من قدرت و تحمل این دردها رو ندارم، تو اینها رو از من بگیر، این بار رو تو از من بگیر. در جای جای کلام عیسی این کارا رو انجام داده. میریم یوحنا 11 باب 11 رو میخونیم، آیات 33 و 30 تا 37. زمانی که ایلعازر فوت شده بود، مریم و مارتا ماتم گرفته بودن. 4 روز از فوت ایلعازر گذشته بود. عیسی به نظر دیر کرده بود، دلایل خودش رو داشت عیسی که نیامده بود. حالا عیسی بر اون قوم وارد میشه و این اتفاق میفته. چون عیسی زاری مریم و یهودیان همراه او را دید، در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. پرسید او را کجا گذاشتید؟ گفتند سرور ما، بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. پس یهودیان گفتند بنگرید چقدر او را دوست می داشت. اما بعضی گفتند آیا کسی که چشمان آن مرد کور را گشوده نمی توانست مانع از مرگ ایلعازر شود؟ الان هم همونه.
الان هم کسایی که تو ایران، توی افغانستان دارن میمیرن، خدا داره به خاطر اونها اشک میریزه. خدا قلبش به خاطر اونها داره ریش ریش میشه. ممکنه ما درک اینو نداشته باشیم، ممکنه اینو نفهمیم، ممکنه متوجه نباشیم، ولی خدا هست، دردها رو میبینه و این دردها رو ما باید به حضور او ببریم، به او بسپاریم، چون اونه که میتونه دردهای ما رو تسکین بده. به صورت کلی ساختار مرثیه به چه شکله؟ میگه مرثیه باید مستقیم با خدا گفته بشه. شرح درد و رنج را با احساس گفتنه، با تمام اون دردهایی که الان میبینیم مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادن چقدر با درد و ناله دارن اینو به حضور خدا میبرن و میگن همچی اتفاقی برای ما افتاده. از خدا بخوایم که عمل کنه، از خدا بخوایم چرا عمل کنه، چون در گذشته هم در زندگی های ما عمل کرده. من وقتی میبینم که خدا قبلتر چند سال پیش، 1 ماه پیش، 6 ماه پیش در زندگی من قدم هایی برداشته و عمل کرده، پس الانم خدا میتونه عمل کنه. بس اونو به حضور خدا میبرم. خدایا درد من اینه، قلب من اینه، تو منو تسکین بده. و یه چیزی یادمون نره، با یک بار مرثیه سرایی قرار نیست که ما حالمون خوب بشه. بعضی وقتا درد انقدر عمیقه، انقدر این شوکه به ما که فرود اومده زیاده که با یک بار انجام شدن ما اون حال خوب رو به دست نمیاریم. هر اتفاقی که در زندگی ما میفته، هر دردی که میاد، هر رنجی که میاد، اول ما شوکه میشیم، عصبانی میشیم، افسرده میشیم، چونه میزنیم با خودمون، با اطرافیان، با خدا، و بعد میپذیریم. زمانی که پذیرفتیم اون موقع است که خدا درد ما رو داره آرومتر میکنه. شنیدین وقتی یک مرده رو توی قبر میذارن میگن خاک تو رو تسکین میده؟ دقیقا اینجاست، خدا داره ما رو تسکین میده. یک حس آرامش در ما به وجود میاد، دقیقا همون جاییه که خدا داره کار انجام میده. هر چقدر بین شوکه شدن با پذیرش زمانش طولانی تر بشه، ما احتمال داره فرسوده تر بشیم. در اون غم و درد ممکنه فرسوده تر بشیم و هر چقدر بخوایم زودتر کنارش بذاریم، دوباره اون غم و درد به سراغ ما میاد. پس نه انقدر بمونیم، نه انقدر زود رهاش کنیم. زمانی میتونیم ما به این حد برسیم که با خدا متوسل بشیم، بگیم خدایا تو هستی، تو میتونی این درد و رنج ها رو از من بگیری. حالا میخوام ببرمتون برای قوم یهود در زمان استر براتون بگم چه اتفاقی برای اون قوم افتاد. اتفاقی که الان داره در ایران میفته. قوم یهود در زمان پارسیان اسیر پارسیان بودن، از خدا میخواستن که آزاد باشن، ولی خدا نقشه دیگه‌ای برای آزادی اونها داشت. شخصی هامون نام تصمیم گرفته بود قوم یهود رو از بین ببره. مردخای از این موضوع پی برده بود، اونو به استر میگه. استر در بهترین وضعیت بود، ملکه اول خشایارشا بود، میتونست بی خیال موضوع بشه. میگفت به من چی؟ وضعیت خوبی دارم، موقعیت خوبی دارم، قوم هر چی میخواد بشه. همین اتفاقی که الان داخل ایران داره میفته. هیچ قومی، هیچ ملیتی در ایران الان نمیگه به من چی. ایستادن، همگی کنار هم ایستادن، اتحاد. و استر هم همچین شخصیتی داشت، جایی بزرگ شده بود که میفهمید که باید درد و تقسیم کرد.
و زمانی که مردخای به او میگه آقا برو این کار رو انجام بده، میترسه، ولی با این وصف که میترسه میره انجام میده. باب 4 استر آیه 11 داره میگه. چی میگه؟ به ما چی داره آموزش میده؟ میگه خدمتگزاران پادشاه و مردم ولایت‌های پادشاه همگی میدانند که اگر مرد یا زنی بی آن که فرا خوانده شود نزد پادشاه به صحن اندرونی درآید، تنها یک حکم برای او هست و آن این که کشته شود، مگر آن که پادشاه چوگان زرین خود را به سوی او دراز کند تا زنده بماند. اما من اکنون 30 روز است که به حضور پادشاه فرا خوانده نشدم. این صحبتی بود که استر داشت میکرد. من با چه قدرتی وارد اون صحن بشم؟ شاید خیلی از کسایی که داخل ایران هستن الان بگن با چه قدرتی من وارد اون خیابان بشم؟ چگونه وارد اون کف خیابان بشم که دارن آدمها رو میکشن؟ ولی خیلی از زنها و مردا دارن این کار رو انجام میدن. اینها همون کسایی هستن که خدا پشت اونهاست. اما مرثیه سرایی باعث چه چیزی میشه؟ مرثیه سرایی منجر به ایجاد یک تجمع میشه. یه داستانی رو میخوام براتون بگم. خانمی به اسم میمی در سال 1855 بردهداری در امریکا از بین رفته بود. به قول معروف سیاها و سفیدا کنار هم زندگی میکردن. اکثر سیاها مدرک شناسایی نداشتن. بهانه‌ای بود برای سفیدا که از این بهانه استفاده کنن و جان سیاها رو بگیرن. ممت پسر همین خانم که سپیدان رو میگیرن میبرن و میکشن و اونو داخل رودخونه میندازن. پلیس قول میگیره از مادرش که آقا تابوت این شخص رو شما باز نکن، با همین شکل ببر خاکش کن. همین چیزی که الان داخل ایران داره اتفاق میفته. فرزندهای ما رو میبرن خاک میکنن. از مرده یک انسان میترسن. این مادر قول میده، میگه من در این تابوت رو باز نمی کنم، ولی مرده رو میاره، فرزندش رو میاره و در و تابوت رو باز میکنه. مرثیه سرایی انجام میده. 50,000 نفر توی اون مرثیه سرایی شرکت میکنن. منجر به یک انقلاب میشه، یک انقلاب مدنی، انقلابی که لوترکینگ اونو بنیانگذاری کرد و جلو برد و به نتیجه رسوند. همین اتفاق داره داخل ایران میفته. مادران ما دارن این کارا رو انجام میدن. مرثیه سرایی باعث میشه واقعه روشن‌تر از همیشه نمایان بشه. جرم و جنایت هایی که حکومت انجام میشه، وقتی جسدی رو میاریم میبینیم و مشاهده میکنیم، میبینیم چه ضرباتی به اونها وارد شده. شهدایی که در طول مسیحیت کشته شدن، چاقوهایی که به بدنشون خورده بود مشخص بود چند چاقو خوردن. وقتی ما اونجا مرثیه سرایی میکنیم باعث حرکت میشه، باعث صلح میشه. و ما کجای این قضیه هستیم؟ آیا دردهامون رو به حضور خدا میبریم؟ چه دردهای شخصی و چه دردهای جمعی رو به حضور خدا میبریم و مرثیه سرایی میکنیم؟ و یادمون نره دردها همیشه هست و خدا هم همیشه هست. پس بریم به حضورش، دردهامون رو به حضورش ببریم و از او بخوایم که تسکینمون بده. در نام عیسی آمین. فیض و برکت خدا باشه.